سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در جمعه بازار کلاردشت. امروز جمعه 10 مرداد ماه و ساعت حدود 10 صبح. بازار جمعه ها در کلاردشت در منطقه لاهو در بولوار امام خمینی در جاده کلاردشت به مرزن آباد قرار داره و از صبح تا غروب برگزار میشه. محصولات محلی به طور ویژه میوه و تره‌بار، خشکبار و سایر محصولات مورد نیاز خانواده ها در این بازار به صورت تازه عرضه میشه. چند روز پیش ولاگ رانندگی از عباس‌آباد تا کلاردشت و گردش در جاهای مختلف این جاده زیبا رو در کانال قرار دادیم که لینکش رو براتون در قسمت توضیحات همین ویدیو قرار دادم. جاده عباس‌آباد به کلاردشت یکی از زیباترین جاده های شمال ایرانه که پیشنهاد میکنم حتما این جاده زیبا و ولاگش رو ببینید. به زودی هم ولاگ رانندگی در کلاردشت و گردش در منطقه رودبارک رو هم در کانال قرار میدیم. شهر کلاردشت جزئی از استان مازندرانه که در 48 کیلومتری چالوس و 130 کیلومتری تهران قرار داره. این شهر در همسایگی مرزن آباد چالوس، 3000 تن کابون، عباس‌آباد و کجور نوشهره. طبیعت زیبا اون رو تبدیل به یک منطقه توریستی و گردشگری و متاسفانه پر از ویلا کرده. اگر به گردش در شمال ایران، گردش در بازارهای محلیش علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. لایک، کامنت و حمایت هم فراموش نشه. امیدوارم که از گردش در این بازار لذت ببرید.
دوز میگه 80 خودگلاری خودغال خویی هم دارم آقا سلام عرض کردیم. آقا سلام عرض کردیم. سلام یکی مختار از ما بگید. سلام دست کردیم آقا. سلام عرض کردیم. سلام عرض کردیم. خوب باش آقا. ممنون. هم گلوی گیاهی قدیم گلخطی پنیرک همه شد 300 اصلا مال کجاست؟ همشهری خودمونه که برام این میخکه این چای کوییه که اونه چی میشه هم چی اینم چای سبز این چای سرگله آقا قشر ما هم ببر بالا آره چقدر میگی باید میگی این ماهی چیه هم بزرگه؟ آزاد آزاد پرورشی آزاد بخور آزاد هم بگیر اینم کفال بچه است آزاد کیلو چنده؟ 250 کیلو 250 دایی بده قزل اینم کفال ماهی قزنبرون کیلو چنده؟ قزنبرون 550 ولی بودی مرغابه گوجه، آب دلش، هم آب لیمو. ورودی اصلی بازار اینوریه ولی ما اشتباهی اونوری و قشنگ‌تر. از این ور که اومدیم میریم این ور دوربین همه خاک. اینا رو بذاریم بعد برگردیم. من ماشین نه فرق پارسال نه
علی کلاردشت این خالیه، اینم مغزدار گردو دارچین و خرما گفتی؟ بله. با شکر با گردو هم دارچین. خانم تازه در تنورت باز کن نشون بده. خسته نباشه. دم تنورت باز کن. هوا گرمه خانه. خیلی گرمه. دستتون نرک. دمای اینجا با اول درجه فرق میکنه. کامرتون جلو. سبزی سرخ کرده، این قرمه سبزیه. این کرفسه. مرغ ترشه. اینم ترشه‌فاش، همه کیلو 350. یه سرخ کرده هم اینم باقلوا کیلوی 480. فکر کنم پسته. زیتون این 120 140 150 این درشتا 180 پردم کیلوی 200. این یخدار بهشت حاجی یخی 30 تومن گفتی حاجی نه؟ دیوان 30 جای شما خالی.